باری دیگر ورقهای کهنه شده قرآن رو چی باید کرد؟ یعنی ورقهایی که کهنه می شوند یا وقتی که ورق می زنیم از حساب بسیار بسیار کهنه شده را می ریزند یا ورقهایی که در او برادران خواهر عزیز ما و شما یگان حرف های بگیم مسلمانی ای حدیث ای آیت می نویسیم. وقتی همه اینها مقصد جمع می شوند بیکاره می شوند، آیا اینها را مقصد ما باید چیکار کنیم؟ اینها را باید چیکار کنیم؟ اینها را موافق مسئله ها میگرند که در یک سان ما میگیریم قرآن همون کهنه را یا ورقهای کهنه را یا ورقهایی که در اونها آیت های قرآن و حدیث های پیامبر نوشته شده، همه اکشم میپیچونیم و در یک جایی میبریم که اونجا مقصد راهی گذر مردم نیست، یک جایی که قدم مردم در بالوش نمیزنند، یک جایی که الهیده ده میبریم مقصد میگرونیمش، به همون وقتی او به خاک مبدل میشد میرود. یعنی هیچگاه همون حرف های قرآن یا اینکه بگیم ورق هایی که در اونها از دین من چیزی نویسنده شده باشد اونها را حقی سوزاندن نداریم، فقط حقی زیر خاک کردن در اینا اجازت های. دیگر سوالی که دادن گفتن من ختم کرده دانشکده اسلامی ام، طریق درست امر معروف را بر ما تعلیم دهید، چی کنیم که در مردم پذیرایی پیدا شود؟ یعنی کدام دادر ما ختم کرده دانشکده اسلامی بود است، از ما خواهش کردن که طریقه درست امر به معروف فهمونیم. اکو برادران عزیز و گرامی، من سوال و جواب پیشتره ده از همون نفری که مردم از دعوتش بیزاری طلب کردن که مردم فقط حکم به کفر میتید، من در اونجا همون قاعده و قانون ها را در یک سوال و جوابی والله علم 22 بود یا 23 است، شما در همونجا پیدا کردن میتونید. ولی این قدر گفتنی هم که برادران عزیز و گرامی، امر به معروف طرزی کنین که برای اون که گفتی خودت پذیرایی پیدا کند، قبولیت پیدا کند، اولا از خودت وابستگی دارد که خودت به آن چیزی که میگوی خودت عمل کننده باش و چیزی که میگوی به خاطر خدا گپ بزن. ولی همین امر معروفایی که مردم داملاها میکنن و ولی هیچ پذیرایی نمیشود، از همین چیزهایی که من میگم از همینا خالی هم، برای همین پذیرایی پیدا نمیکنن. از این لحاظ چقدر میتونی دادر عزیز در امر به معروفت سخنهای قبیح را جای نکن، هیچ کسا دیوس نگو، هیچ کسا یعنی نامسلمان نگو، هیچ کسا مقصد خدا زده و بدبخت و این کلمه را در امر معروفات اونجا نکن. این را امر معروف میگن، یعنی دلالت به کار نیک خیر. همه آدمایی که در گرد تو آمدن شیشتن، وقتی شما به طرف اونا میگردین شما بدبختین، شما فلانین، شما دیوسین، شما دیگرین، برادری عزیز و گرامی، خودت کی در همین حالت؟ آیا این سخنی تو مقصد او چی هن؟ یگان بچه حیوانن؟ وقتی تو اونها را این گپ میزنی خاطر ملا بودن و داملا بودن حرمت میکنن، ولی این حرمت برادر زوده که او حرمت نیست.
фақат ӯ ҳам як марҳала дорад. Баъд дар ягон марҳалаи дигар баъд мефаҳмонанд ки ту мисол куҷо рафтисай ва чӣ гуфтисай. барои ҳамин ҳеҷ вақт амри маъруфотона чӣ қадар метавонем нарм кунем, чӣ қадар метавонем бародари азиз ва гиромӣ бо мардум бисёр бо хушмуомила бош, ҳурматшон ку, қадрдонишон ку. агар синни солат хурдтар бошад ай болои мардум напар набро. калонтарора мисол ҷое ку пешошон бихез, дастошона бигир. яъне як амалҳое бикун ки ба ҳамун суннати пайғамбармон, ба суннати асҳоби пайғамбармон мувофиқу мутобиқ бошанд. худта ҳеҷ вақт аз онҳо бартар надон, ҳеҷ вақта беҳтарин онҳо нашумор, ҳеҷ вақт дар байни онҳо ғурору катагӣ накун. иншоалло ана баъд сухани ту пазироӣ пайдо мекунад. иншоалло ту дар байнишон муҳтарам мешавӣ. иншоалло ба далолати ту дигар бубин занҳо мардҳо ҳама ниёз пайдо мекунанд, дӯстут медоранд, барои худо дӯстут медоранд. ин аст бародари азиз тавсияи ман барои шумо ки иншоалло ин кор бисёр кори нозук аст. шахсе як намозашро қазо кунад, занаш талоқ мешавад. ин дуруст не, дуруст нест. касе намозша тарк месозад, бародари азиз, қасдан бошад гунаҳгор мешавад. қасдан бошад гунаҳгор мешавад. лекин ба тарки намоз, бародари азиз, зани одам талоқ намешавад. лекин агар намоза ҳақорат кунад, намоза мункир шавад, намоза масхара кунад, ана ҷа занаш талоқ мешавад. хуб, саволи дигар дар бораи ба қисмҳо ҷудо кардани тавҳид мисли улуҳияту, рубубияту ва ғайра ки инҳоро тақсим кардааст мегуфтед. ана бародари азиз, албатта тавҳида ба се қисм тақсим мекунанд. баъзе уламо ба 4 тақсим карданд. яъне тавҳиди албатта ҳамон улуҳият, асмо ва сифот ва рабубият. вале ки тақсим кардааст, ако тақсимотш албатта аз ҷониби уламо мешавад, аз ҷониби донишмандоӣ ба ояти қуръон даҳам агарчи албатта ҳаст дар боби яъне бигем улуҳияту рабубияту асмоу сифот, вале тақсим карданаш ба 1, 2, 3 албатта аз ҷониби олимҳо барои ако осон шудан, барои фаҳмидан ки мақсад тавҳиди рабубият чист, ё тавҳиди улуҳият чист, ё тавҳиди асмо ва сифот чӣ маъне дорад, яъне барои осон шиданаш ина тақсим кардан. вале барои мо зарур нест додари азиз ки донем ки ира кӣ кардай. мода донистани ин муҳим аст ки оё тавҳиди рабубият яъне чӣ, тавҳиди улуҳият яъне чӣ, тавҳиди асмо ва сифот яъне чӣ, ино чиянд, чӣ нақш доранд, чӣ маъне доранд. ана иш барои мо зарур аст. саволи дигар як дӯстам гуфт ки дар рӯзи қиёмат умматони пайғамбармон ба 73 гурӯҳ ҷудо мешаванд. танҳо як гурӯҳш ба биҳишт мераванд, 72 гурӯҳи дигар ба ҷаҳаннам мераванд ба хотири пайравӣ аз бидъат ва домлоҳову эшонҳои имрӯза аз ҳамин гурӯҳ ҳастанд. хоҳиш мекунам як ҷавоб диҳед ба ин шахсҳо. яъне ҳадисе дорем бародари азиз, пайғамбармон гуфтанд ки умматҳои пешин ба 72 фирқа ҷудо шуданд, яъне бо 72 гурӯҳ, вале уммати ман ба 73 гурӯҳ ҷудо мешавад. гуфтанд куллуҳум фи нор ила воҳида ва ҳува алҷамоа. дар баъзи ривоят мо ана алайҳи лявм ва асҳоби.
یعنی گفتن امت من 73 فرقه می شود، 73 گروه می شود. 72 این گفتن جهنم می روند، عذاب خدا را می کشند. یک تایش که اهل سنت و جماعت است، یا یک تایش که از رویش من و رویش اصحاب من کار میگیرن، اینهاش داخلی جنت. معنای حدیث همینه، یگان جای دیگر شرح توضیح نداره. لیکن برادر ما از روی غرضش که امروز ایشانا و داملاها یعنی در همو 72 گروه میدرویه، مرا گمانم همیه که همو کسی که همی گپ میگه همو خودش در همی 72 هست. زیرا الحمدلله رب العالمین هر یک مسئله را که شخصا مثال من خودم هر یک مسئله را که بیان میکنم برای شما من ادرس شا میگم، یا حدیث پیامبر را میگم، یا کردار صحابه را میگم، یا قول علما را میارم، مثل ابو حنیفه است، مثل امام محمد است، مثل ابن حجر اسقلانی است، مثال انا دیگر. مقصد عالم ها الحمدلله رب العالمین که صاحبای کتابند، همه اونها مقصد دلیل ها و حجت ها آوردند. برای همین یعنی نفرهایی که البته به این داملاها و ایشانها را نسبت میتن گویا همه اینها جهنم میروند، اینا همش بغضه برادر عزیز، همه اینا کینه. در همه دور زمان در نسبت عالما و دانشمندا سیاه بدبینی ها بود. ولی الحمدلله رب العالمین که وقتی ما را کسی غیبت میکنه میدونه که ما چند قدر برد به دست میاریم. میگه یک نفر امام حسن بسیار در یک مسئله در یک مجلس بسیار غیبت کرد، بسیار. بعد یک نفر آمد گو حضرت بسیار ناراحت شدم، یک کس در مجلس گفت بسیار غیبت کرد. گفت کی بود؟ گفت فلانی. این را نسبت میتونم به حسن بصری را میگن، گویا که امام حسن نبود، میگن این حسن بصری بود. خیلی بگذار خواه حسن بصری بود خواه امام حسن بود، کسی بود. میگه اینا یک توقع گرفتن پر از خرما و خانه همون رفتن، خانه از همون رفتن. بعد یعنی که خانه همون نفری غیبت کننده رفتن، بعد چیکار کردن؟ بعد میگه خرما را داد و گفت که برادر عزیز در عوض نیکیات، در عوض خدمت کردگی من یک اندک چیز آوردم، به همین خاطر بخشش گفت او قدر اجر ثوابی که تو مرا دادی اکنون این را به یک توقع خرما عوض کرده نمیشه. ولی قوت تواناییم همین بود، مرحمت گفتم. برای همین نفرایی که داملاها را تنقید میکنند، ایشانها را تنقید میکنند، برادرای عزیز، اونها اجرهاشون ما را میتن و کمبودی های ما را اونها میگیرن. خیلی سوال دیگر. شروع شما تلفنو خب سوال دیگر. بابا جان مدتی چند سال می شود در یک حالت خیلی بدم، در وقت نماز هر گونه سخنهای شرکی دشنامهای قبیح می آید در دلم، هر چند می خواهم دور کنم اما نمی شود. بسیارتر در حالت نمازهای جماعت همین خیلی می شوم. مصلحت دهید که چی کار کنم و در حقم دعا کنید ایمانم مستحکم شود. انشاءالله حاضر ایرا من با یک سوالی که برادرها در باره جین سوال کردن که اینم یکی از همون علامت های بگیم زوراوری جین یا توانایی جین بر انسان که شد، بعد همین
بیماری در ما پیدا می شود. حاضر من بعد این سوال ها را جواب گفتن، خدا خواهد اینها را بعد یک جایه کرده جواب میگم. سوال دیگر، زن به طرف شوهرش گوید که شوهری زن به طرف شوهرش گوید که شوهر یکمم را دوست می‌دارم. در این حالت شوهر دوم دیوس می شود و شما چی مصلحت می‌دهید به این زنها استاد جان؟ اکو خیلی وقتی که زن شوهر میکنه، زنی شوهر دیده بگیم، وقتی شوهر میکنه در پیش شوهرش وقتی بگه که همون شوهرم سیو مرده که خوب بود، اگرچه مردگی هم که باشه، مردک دیوس نمیشوه، لیکن همین زنک در نظر همین مردک بسیار شوم میشوه یا حتما یگان حقارت، حتما یگان گپی بلند میشوه. خیلی که اگر در پیش زنک مردک زن دیده بیا ای زن یکمش تعریف کنه بگه مقصد او زنم زنی زور بود، همین زنک چه خیلی حس میکنه. برای همین من خواهرای عزیزه، برادرایی که زن دیده این، خواهرایی که شوهر دیده این سخنها را بود در زندگی تان راه نتین. مرده زنده دیگر اکو او را بالکل فراموش کنید. دیگر ای روی دیلای ای تای دیلای همین مردک مثال خدا برکتت بته مطرب، یعنی در زندگیم بگیم بهترین چیزی که یافتم توی اگه چیزی ایدستون بیاد در حقت خدمت میکنم. یعنی با سخنهای نیک زندگی تان شیرین کنین. خواهرای عزیز، برادرای عزیز، ای همین نمیدانم ای خیلی ای گپ یک زنی میگد که وای گفتی هم مردم خوجندی انا پدر نداره. ای خیلی برای کمتر مردکی که اگر یک ناموس و یک غیرتش باشه بسیار سختش میرسه. برای همین خواهرای عزیز در این مسئله بسیار احتیاط کنید، بسیار احتیاط کنید. و برادرای عزیز شما هم وقتی زن میگیری، زنی مثال سردادگی داشتی، زنی مردگی داشتی، در پیش اینها صفت تعریف نکنید. حتی در حیات مادرمون آیشم همین حالت شدگیه. وقتی میگه در پیش آیشه مادرمون حضرت خدیجه را اولین زنش وقتی پیامبر تعریف کرد، آیشه مادرمون بسیار ناراحت شد. گفت خدا در عوض او برای یک دختری جوان دادگیه و یک دختری باکره داده. مثلا یک زنی کلانسالی کودکدار را گرفته در پیش ما تعریفش میکنی. پیامبرمون گفت که این خیلی نگو آیشه، زمانهایی که من اسلام پیش میبردم یگانه آدمی که در پهلوم بود خدیجه بود. با مبلغ و پول همو من مقصد روزگذرانی میکردیم و همچنان دستگیری مردمی مسلمان میکردیم و همه فرزندای من از جانب حضرت خدیجه. گفته پیامبرمون مقصد خصلت‌های او را در پیش آیشه گفت. ولی این چیز کاری خیر نیست. یعنی هیچ وقت تعریف نکن که او شوهرم بسیار شوهری زور بود. این خواهر عزیز یعنی این معنی را دارد که تو ای زندگی یعنی هیچ خواهشی نداری یا اینکه این زندگی را تو باید که پاره کردنی یا از بین بردنی. حتی یک زمانی همون لحظه های گوارا ده هم همین عیناً همین چیزا بگیم مثل یک نقش آفریدن که اخیر همون مردک نابود کرده لیکن تعریفی همون شوهر دیمش بس نکرد. برای این مسئله را
احتیاط کنین خواهرها از این گپ‌ها را نزنین. در نماز پیشین و عصر امام زم سوره ها رو بلند کند چی می شود؟ با سبب پس خواندن سوره در پیشین و عصر سبب پس خواندنش چی است میگه؟ در نماز پیشین عصر انا وقتی سوره ها را بلند خوان در مذهب خودمان ترک واجب می شود. ترک واجب می شود. یعنی باید سجده سهو کنم. باید سجده سهو کنم. وقتی امام پیش در آمد نماز پیشین و نماز عصر. اگر نمازهایی که بلند خوانده می شود مثل بامداد یا شام یا خفتن اگر یا را پس بخوانم اینجا هم ترک واجب می شود باید سجده سهو کنم. ولی علتش برای چی پسته بلنده بعضی کتاب‌های فارسی آوردن لیکن این حجت نیست. این حجت نمی شود که گفتن برای آن است که در بامداد که مشرکا خواب بودن پیامبر بلند میخوان. پیشین عصر در که بیدار بودن آزارش نتیان گفتن پس میخوان. این دلیل نیست. با همون طرز تعلیم نماز کرد همون تعلیم جبرائیل یعنی تعلیم الهی برای ما دستوره برادر عزیز. انا فتوای ما هم دلالت ما هم همین است که جبرائیل همین خیلی نماز تعلیم دادگی. اگر آدم تنها باشه عبارای فقهی داریم که والمنفرد خیرت این ادا میگه اگر تنها گذار باشی 5 وقت نماز بلند میخوانی پس میخوانی اینجا سجده سهو واجب نمیشه. خواه بلند شد بلند خواه پس شد پس خواندن بگیر هیچی باکی نداره. ولی فقط این خاصه امام قطعی قوم شه برای آدمی تنها گذار هیچی باکی بلند هم که خوانی این چیزی که در این لحظه هایی که با شما بودم با شما سوال جواب کردم امیدم همین است که خدا توفیق هم گوش کردن نصیبتون کنه و هم میل و محبت و خواهشتون به دین خدا زیاد کنه. و برادر عزیز باز هم تکرارم که شود همین صحیفه را همین صحیفه نور تیوی را دستگیری کنیم برادر عزیز. دستگیری کنیم و در ایما که رقمش 770 07 00 03 همین ایمای همیده شما میتونید سوالهاتون در همین ایما روان کنید. یعنی همون 770 باز میگم 07 00 03 همین ایما در همین ایما سوالاتون روان کنید انشالله جوابهاش شما میگیرید. ولی دستگیری را برادر عزیز فراموش نکنین. انشاءالله ما تصمیم گرفتگیم که خداوند اگر یگان آفت و مشکلات بالا ما نیارد ما از همین طریقه همین نور تیوی با شما انشاءالله صحبت ها داریم. با شما انشاءالله مقصد هر چیزی که از دیدگاه دین باشد من به سمع شما میرسانم و این را هم برای خودم انشاءالله یک بسیار کار خیر میشمارم و الله مهربان همیشه تشکر میکنم که خداوند همین فکر را بگیم یا همین مصلحت برای ما نصیب کرد که از همین طریق هم که باشد برادرای ما برخوردار میشین آگاهی پیدا میکنین با میل محبتون به دینتون زیاد میشود. در حق ما هم برادر عزیز همیشه دعاگو باشین زیرا بسیار زمانهای پرفتنه شده فتنه های زمانه به حد زیاد شده و بسیار کس ناکس در جامعه زیاد شدگی بدخواه ها و بدگوی ها زیاد شدگی آدم های غرضدار بسیار شدگی. برای همین برادرای عزیز در حق ما هم دعاگو باشین. من هم در حق شما همیشه دعا میکنیم و از همین انشاءالله شبکه از همین صحیفه خدا خواهد من به شما چیزی که ای دست می آید چی توانایی را که الله دادهیم من انشاءالله در شما خدمت میکنم. السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.